بنده امشب میخوام اول یه خورده شما رو بخندونم. در این چند ماهی که به دلایل طبی مجبور شدن در آمریکا بمونم، بارها و بارها از بعض دوستانی که میبینم خواهش کردم مطلبی رو که میگن لطفاً در آن به فارسی ترجمه کنم. این روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‌ای هستم تو مایه‌های طنز. البته این یه سفرنامه شخصی نیست، بلکه از زبان یک پادشاه فرضی، احتمالاً از طایفه منحوس قاجاریه، روایت میشه تا برخورد دو جور تلقی و دو گونه فرهنگ یا برداشت اجتماعی برجسته تر جلوه بکنه. و اینکه قالب طنز رو براش انتخاب کردم جهتش اینه که جنبه‌های انتقادی رویدادها رو در این قالب بهتر میشه جا انداخت. با اجازه شما یک قسمت کوچکش رو که ناظر به مسئله آلودگی زبون هست براتون میخونم. یوم جمعه اول شوال، عید فطر. دلمان را خوش کرده بودیم که این روز را در سفر میمنت اثریم و دست امام جمعه دارالخلافه از دامنمان کوتاه است و نمیتواند از ما فطریه بدوشد. اما همان اول صبح میر کوتاه گردن شکسته حال ما را گرفت. این میر کوتاه پسر داماد علی خان چابهاری است که رخت دارباشی ما بود و چند سال پیش در سفر کاشان یکو شکمش باد کرد، چشمایش پلوغ زد، رویش سیاه شد و مرد. بردند خاکش کنند. ملاها جمع شدن، علمشنگی را انداختند که این بیدین معصیتکار بوده، خدا روسیاهش کرده، نمیگذاریم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنند. لجاره ها هم بخت گیر آوردند، کسبه رو واداشتند دکان و بازار را ببندند. دسته های سینه زن و زنجیر زن و شاخسینی را انداختند. از شهرها و دهات دور و بر هم آمدن ریختن تو مسجد جمعه. ملا را فرستادن رو منبر که چه کنیم چه نکنیم. گفت این ملعون الخبیث اصلا دفن کردن ندارد، جنازه نجسش را باید با گوه سگ آتش زد. داشتن دست به کار می شدن که کاشف عمل آمد. علت مرگ آن بیچاره خوردن خورش بادمجانی بوده که عقرب از دودکش بالای اجاق تو کماجونش افتاده. خلاصه هیچی نمانده بود. به فتوای ملاباشی جسد آن مرحوم مبرور را با سند سگ فراوانی که به همیاری جند اسلام از کوچه پس کوچه های کاشان و سابه و نطنز آن حوالی آورده وسط میدان شهر کود کرده بودند هندی مندی کنند. خدا بشکند گردن حکیم باشی تلوزان را که با نشان دادن عقرب پخته فتنه را خوابان. سوزاندن جسد آدمیزاد پروپیمانی مثل داماد علی خان با سنده سگ البته کلی سیاحت داشت و اتفاقی نبود که هر روز پا بده. حالا اگر صاحب جنازه رختدار مخصوص بوده باشد هم گو باش، ما که بخیل نیستیم. مردهش که دیگر به حال ما فایده ای نداشت، فقط تماشای آن مراسم پرشکوه هند و اسلامی از کیسه ما رفت. الغرض صحبت سر میر کوتاه بود. خب ستینت این بچه بهاری به اندازه ایست که از همان دوران غلام بچگی توانست اول خفیه نویس دربار همایون شود. همه شرایط خفیه نویسی در او جمع است. پستان مادرش را گاز گرفته، دست مهتر نسیم عیار را از پشت بسته است. پول کاغذی را تو کیف چرمی ته جیب آدم میشمارد. ودد و زنا حتی از تعداد زالوهایی که نایب سلطنه و صدر اعظم و امام جمعه به بواسیرشان میاندازد هم خبر دارد. آدم ناباب حرامزاده است. خود ما هم ته دل از او بی توهمی نیستیم، اما دوام اساس سلطنت را
همین گونه افراد ضمانت میکنند. شنیده بودیم قحطه جمیله ای را تور کرده به لهو و لعب مشغول است. معلوم شد در عوالم جاسوسی و خدمتگزاری ضعیفه را پخت و پس کرده پیش او انگلیسی می آموزد. امروز محرمانه کاغذی در قوطی سیگار جواهر نشان ما قرار داده بود با این مطلب که اولریدی بیشتر نوکرهای دربار همایون کنکشن سلطان روسپیخانه شده قرار دادند با روی کار آمدن قندیدای او قندیدا بیضه اسلام را بسپید کنند. هرچه بیشتر خواندیم کمتر فهمیدیم، بلکه اصلا چیزی دستگیرمان نشد. دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همون دارالخلای خودمان باشد. به حمدالله اینقدرها انگلیسی میدانیم. و به میرکوتا اشاره فرمودیم که در این روز عید افتخار آفتاب کشی با اوست. رفتیم پشت پرده دارالخلا خف کردیم و همین که میرکوتا با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فیلم مجلس به استنتاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده این که حالی ما نمی شود. فقط کلمه قندیدا را فهمیدیم. در کمال بیشرمی گفت قربان والا بالله بعض مطالب معروضه پرژنبورگ نداره. فرمودیم پرژنبورگ دیگر چه سیغه ایست؟ عرض کرد یعنی کلمه فارسی. لگدی حوالهش کردیم که حرام لقمه حالا دیگر فارسی کلمه فارسی نداره. محل نزول لگد شاهانه را مالید و نالید تصدق بفرمایید. منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت نداره. محض امتحان سوال فرمودیم آن کلمه اول چیست؟ عرض کرد اولریدی. تو شکمش واسرنگ رفتیم که خب یعنی چی؟ به التماس افتاد که صبر کردم یعنی جرخ، یعنی همین حالاشم. نیت سو نداشتم، انگلیزیش راحت تر بود انگلیزی عرض. پرسیدیم آن بعدیش چه؟ نمک به حرام. اشکش سرازیر شد. عرض کرد کنکشن یعنی رابط در اینجا یعنی جاسوس. گلویش را چسبیدیم فرمودیم مادرت را برای عشرت عساکر همایونی روانه باغ شاه میکنیم تخم حیز. حالا دیگر در زبان خودمان کلمه جاسوس نداریم. تو همین دربار قضا اقتدار ما چوب تو سر سگ بزنی جاسوس میری نه پدر سوخته. حالا جاسوس نداریم. صدر اعظم ممالک محروسه جاسوس انگلیس است، وزیر دربار جاسوس نمسه، نایب سلطنه زنجلب جاسوس روس و گوش شیطانکر به خواست خدا خود ما این اواخر جاسوس نمره اول نیکسون دماغ و کیسینجری. جاسوس نداریم. با صدای خفه از ته حلقوم عرض کرد قبل عالم دارید جان نصاب خفه میفرمایید. مختصری شل فرمودیم نفسش پس نرود. سوال شد آن آخری آن دست پیر را از کجا در آوردید؟ عرض کرد دست پیر خیر قربان دست پیر DIST یعنی ناپدید. دیگر خونمان به جوش آمده بود. در کمال غضب فرمودیم مادر به خطا حالا میدهیم بیضه هایت را DIPP فلان بهمان کنیم. فارسی کاملا یادت بیاید. قصه مرتکه حال ما را گرفت، نگذاشت عید فطر به این بی سر خری را با خوبی و خوشی به شب برسه. از اخته کردنش در این شرایط پلیتیکی چشم پوشیدیم. در عوض دستور فرمودیم میرزا طبیل شیرازی او را ببرد بنشاند وادار کند جلو هر کدام از آن کلمات منحوسه 1000 بار معنی فارسیش را به خط نستعلیق شکسته مشق کند. دیدیم میرزا طبیل دهنش را پشت دستش قایم کرده میخندد. پرسیدیم چیست؟ عرض کرد قربان خاک پای جواهر ساید برم بشود، در هر که بنگری به همین درد مبتلاست.
ملا ابراهیم یزدخواستی، اسم اصلیش دکتر ابراهیم یزدیه. ملا ابراهیم یزدخواستی که این اطراف پیش نماز بود صلوات را سیل ویت میگفت و نصفش را به انگلیسی صادر میکرد. صلی علی محمد and all his family.